از سبب اونه که شبها کار میکنیم در یک شرکت در مسکو، روزها استراحت میکنیم، روزها یعنی که خوب میکنیم استاد و روزا اینو خلال وارد میکنیم. نه انشاءالله به روزتون خلال وارد نمیکند. میکروفونتون کشید. نه به هر حال آدمی که روزها هم حرارت گرسنگی و تشنگی را میچشد، گرسنه میماند، تشنه میماند، اجر او عظیمتر است. یعنی برای این شده اکنون روزانه آدمی که کار نداره در آفتاب باید راه نگردد و یکی کار دارد، یکی هوای جایی که زندگی میکند گرم است، مثلا تشنه میماند، گرسنه میماند، صبر میکند، ثواب این آدم بزرگتر است. آن آدمی که شبها خواب نمیکند و روزها خواب میکند و روزه را به خواب میگذارند، اجری او کم است، لیکن روزش روزه هست. المهم از دمیدن صبح صادق تا غروب آفتاب چیزی نخورد و ننوشد، روزش درست است، ولی ثوابش فرق میکنه. لیکن شما که کار میکنید شبانه معذور هستید، مجبور هستید که در روز خواب کنید، برای اون که روز دیگه امکانیتی بیدار نشستن هم ندارید و شب باید قوت گرفته رفته کار کنید. روزتان درست است انشاءالله.